زنان در افغانستان چقدر بی‌دفاع هستند. قوانین جدید طالبان تقریبا تمام آزادی آنها را گرفته است. آنها اجازه صحبت در ملأ عام را ندارند. حتی مکالمات با دیگران باید در گوش هم باشند. آنها فقط می توانند با یک معلم مرد از خانه خارج شوند و باید کاملا با برقع‌های ضخیم پوشیده شوند بدون اینکه حتی یک سال دیده شوند. حتی گویندگان اخبار در تلویزیون موظفند ماسک بزنند و دستمال روی سر خود بگذارند. آنها از تحصیل فراتر از دبستان منع شدند و نمی توانند در سازمان‌های غیر دولتی کار کنند. حتی بدتر از آن، اگر بیمار شوند، پزشکان مرد نمی توانند به آنها رسیدگی کنند و پزشکان بسیار کمی وجود دارند، به این معنی که بسیاری از زنان بدون مراقبت پزشکی رها می‌شوند. حتی دسترسی به حمام‌های عمومی محدود است و پنجره‌های آنها باید مات باشد تا هیچ کس از بیرون نتواند ببیند که زنان در آنجا زندگی می‌کنند. افغانستان زمانی جایی بود که زنان می‌توانستند درس بخوانند، کار کنند و از آزادی لذت ببرند.